با آمدن ترامپ یک چی تغییر میخورد. اون رکودی که در روند سیاست جهانی در دوره چند سلسله حکمرانی دموکرات ها در امریکا با وجود آمده بود، اون رکود یا اون رکود تغییر می‌یابد، یا این طرف می شود یا اون طرف. یعنی که ترامپ می تواند یا دنیا را به جری برد یا می تواند که به مرحله دیگری ترقیات جهانی برد. با آمدن یک پرزیدنت از جمله با آمدن ترامپ که در گذشته یک شخصیت مهم هم نبود، امکان داشته باشد که سیاست ها هم در داخل کشور و هم خارج آن تغییر یابد. با غالب آمدن دونالد ترامپ واقعا هم یک روند نوی هم سیاست جهانی و هم سیاست اقتصادی جهانی خوب آغاز می‌گردد. ما اگر در مسائل تاجیکستان و در جمله آسیای مرکزی، کشورهای آسیای مرکزی صحبت کنیم، تأثیر انتخاب شدن دونالد ترامپ به حیث پرزیدنت 45 امریکا تأثیر جدی منفی خب در کوتاه مدت کوتاه مدت نمیرساند. برای چی؟ برای آنکه در مجموع آسیای میانه در خب حدود نفوذ کشورهای به مانند فدراسیون روسیه و چین قرار دارد. اقتصادیات ما در مجموع از این دو اقتصادیات بزرگ وابستگی زیچ دارد و از آن سیاست و آن مرام هایی که دونالد ترامپ اظهار داشتگی هست و این مقصد دارد که تا همکاری ها را با فدراسیون روسیه تا اندازه بهتر کند. اگر تاریخی حکمرانی جمهوری خواهان و دموکرات ها را از نظر گذارانیم، جمهوری خواهان با سیاست بیرون بیشتر اهمیت میدادند و بیشتر مبلغ صرف میکردند. من فکر میکنم که این باز هم برمیخورد به همون موقع مرکزهای تعلیمی و مرکزهای قبول قرار که در قصر سفید وجود دارند و اونها آینده سیاستی امریکا را برای از جمله در پس منظر مناسبت ها با روسیه معین مشخص خواهند کرد. اکنون اگر اون مرام های اقتصادی که دونالد ترامپ گفتگی بود که مرام دارد، نیت دارد، مقصد دارد تا اینکه اقتصادیات امریکا در یک سال تا 4.2% یعنی مجموع محصولات داخل بالا رود، یعنی معنای دارد که واقعا هم اگر این نگاه داشته شود در مجموع با اقتصادیات تمام جهان منفعت دارد، زیرا اینکه افزایش اقتصادیات امریکا در برابر افزایش اقتصادیات چین را به میان میارد و در برابر این با جمهوری تاجیکستان هم منفعت رساندن میتواند.